بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای شیرین سخن. التماس با همین سوال من جواب میگردوندید. یک برادر اهل اسلام که 5 وقت نماز را در مسجد میخواند میگوید که با زن نکاحی خود همخوابه کردن از عقیب در جایی که فرزند تولد میشود ممکن است. بله، جایز است. اگر برادرها یک مسئله هست شما فراموش نکنین، خدای شما در سوره نساء چی میگه؟ نساؤکم حرث لکم، زنهای شما کیشزار شما هستند. در دوام آیت خدا چی میگوید؟ بیایید بر همین کیشزاری خود از هر جانبی که میخواهید، جانبی که در او جانب چه باشد فایده باشد حاصل باشد. اگر در زن حلالی خودم از قفا هم که اگر هم خوابه کنی در جایی که فرزند تولد میشود جایز است. این صاحب تفسیر ابن کثیر هم میگه، این تمام فتواهای ما و شما میگه. لکن از قفا در جایی که فرزند نه، در جایی که مثال نجاست خارج می شود، اگر انسان اونجا اگر کاردار می شود، اینجا لعنت خدا بر او انسان است. این انسان لواطه است، این لواطه می شود، این بچه بازی می شود، در اینجا لعنت خدا در حق او است. حتی امام اعظم گفتن کسی که اگر در قفا می رسد حکمش در مذهب ما و شما چی است؟ از یک بلندی که دیگر پایان او را دیده نمی شود از همونجا حوالش کنید، یا این که او را زنده به زنده آتش بزنید. حتی صاحب مذهب ما و شما امام اعظم چی میگه؟ اگر شخصی که میبینیم به حیوان میرسد همون انسان هم این جزا را بده. از این خاطر با زن حلالی خود در جایی که فرزند تولد میشود باکی ندارد. داملای عزیز درباره حضرت زکریا نقل میکردید. با احترام مخلصان شما ان شاء الله خیلی ساعتاش بیاید، خدا خواسته باشد اینا را به سمع شما میرسانیم. السلام علیکم داملای عزیز اکای حاجی میرزا مراد. من 2 دخترچه دارم، آرزوی پسر را دارم. میخواهم به من یک دعا در روز مبارک دهید که من صاحب پسر و مثل خودتان علمدان شود. برادر عزتمند دعا میکنیم که پروردگار اگرچه دخترم نعمت خداست، بچه‌ام نعمت خداست، مادامی که این بندت آرزو کرده از خدای ناامیدش نگردانی. فرزندیم السلام علیکم واعظ شیرین سخن اکای حاجی میرزا جان. الها زبان شما از این دیده براتر گردد و هرگز تنتان درد نبیند. از شما خواهش میکنم که به یک چند سوالهای من جواب درست گردانید اگر فرصت باشد، وگرنه باکی نیست. تراشیدن ریش و موی لب را دین اسلام چه حکم میکند؟ اگر ریش انسان میتراشد یا موی لب میتراشد، اسلام نسبت انسانهایی که ریش تراش هستند یا اینکه موی لب میتراشند چی میگوید؟ در نزد من کتاب‌های شیخ‌های عرب و مولوی‌های زاهدان هست. یکی از آنها اسئله المهمه و دیگرش حکم ریش در اسلام به نام کتابی هست. من در این کتاب‌ها نظر کردم، یک چند چیزها از اینها گرفتم به شما میرسانم. رسول اکرم گفته است قص الشوارب وعف اللحیه خالف المشرکین والمجوس. در همین حدیث شیخ‌های عرب میگویند که 2 صیغه امر استفاده شده از پیغمبر، قص الشوارب وعف اللحیه. پیغمبر خدا امر میکند بروتهای خودتان کلته کنین، یعنی به مجرد کلته کنین که در ناله های شما بروتهای شما نرسد، بروتهاتان کلته کنین امر هست از پیغمبر. وعف اللحیه و ریشهای خودتان بگذارید. اگر شما بروتهای خودتان کلته نکنین و اگر ریش نگذارین شما چی هستین؟ مشرک و مجوس هستین. این شیخ‌های عرب در کتاب اسئله المهمه که چندین مسئله حل می شود این چنین تفسیر کردن، یعنی شما ریش هاتان نتراشین، زیرا که وقتی ریش تراشیدین شما کردار شما عمل شما تشبیه به مجوس و به مشرکین می شود. از این خاطر پیغمبر چی میگه؟ من تشبه بقوم فهو منهم. کسی که اگر خودش را، صورت خودش را، لباس خودش را اگر با کدام قومی که تشبیه میدهد از روی محبت، این هم از همون قوم به حساب می رود. خب
و همین شیخ‌های عرب میگویند که و ایضا تغییر لخلق الله، حتی همین ریش تراشیدن هم مثل چگونه که زن ابروش میچیند که تغییرات در حسن خدا میدارد، ریش تراشی هم حکم امیر دارد. شما در حسن خدا دادگی چی میدارین؟ تغییرات میدارین. این از همین کتاب هایی که نام بردم، از همین ها البته گرفته شده است. از این خاطر و ما یطیع الرسول فقط اطاع الله، کسی که اگر پیغمبری خدا را اطاعت میکند همچنان است که خدا را اطاعت کرده است. این خدا چی میگه؟ و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. همین پیغمبر شما، یعنی همین محمد صلی الله علیه و سلم، چیزی که برای شما آورد شما او را بگیرید و از چیزی که همین محمد شما را منع کرد شما از او باز ایستید. امروز رسول اکرم امر میکند که ریش بگذارید، برودها را کلک کنید. کسی میگذارد سنت پیغمبر خدا را به جا میارد، کسی نمیگذارد این وعید و این حدیثایی که خواندیم در اون چی است؟ مبتلا هست.